این سرود درباره چی؟ این سرود در وصف واسه است. واسه خاولینگی. نزدیکی های بلجوان. پدرم آنجا میزیست. کیها بودین. و باره بعد از 4 خشکسالی پیاپی یک باره حاصلی فراوان رویانیدند. بیک بلجوان خواست که برای همه آن 4 سال انداز ستاند. واسه شورش برداشت قلعه بلجوان را ضبط کرد. بعد چی شد؟ بعد امیر بخارا به آنجا سرباز فرستاد. واسه را اسیر گرفته قتل کردند. این سرود را به من پدرم یاد داد. این سرود را تنها ضمن صدای پتک و سندان باید خواند. سردار ای رفیق، سردار ما رو ندیدید؟ انا او. خدایا این کیست؟ کریم اکا این شمایید؟ نه من تیمور ملک. تو خلال میرسونی، بیرو خلال نرسون. السلام علیکم تماشابینان محترم. من امروز درباره یکی از اکتورهای برجسته تئاتر به نام لاهوتی، یکی از هنرپیشگان رویه رومانتیکی و قهرمانی اصلی برهانوف نقل میکنم. اصلی برهانوف سال 1915 در شهر بخارا در عائله قاضی کلان تولد یافته است. من از همین عائله یک عملدار خیلی نامدار در آینده ما یک اکتور بسیار صاحب استعداد را پیدا کردیم. اصلی خان در خردی در مکتب ابتدایی به نام فیض الله حجیف، ثانی مکتب میانه تحصیل کرد، ثانی در آموزشگاه طبی داخل شد و در همین دانشکده ها و در محفل هوسکاران اشتراک بکرد. به یک حساب فعالیت ایجادی اصلی برهانوف از 10 سالگیش آغاز یافته است. ثانی وی به تئاتر دولتی شهر بخارا سال 31 قبول می شود. آنجا 2 سال کار می کند، یک چند نقش ها را اجرا می کند، لیکن با سبب های عائلوی به شهر غژدوان می کشند. در آنجا مدتی در تئاتر کار می کند و وقتی که آوازه تئاتر تاجیک به گوش او رسید، اصلی برهانوف خواست که با زبان مادری خودش، یعنی با زبان تاجیکی، در تئاتر تاجیکی کار کند و عائله آنها با شهر استالیناباد کشیده می آیند و 25 دکبر سال 1933 اصلی برهانوف همچون اکتور تئاتر دراموی قبول می شود. از همان سال در تئاتر کار میکند و از بس که این جوان بسیار لیاقت بلند داشت، زود به وی رول های کلان را می سپارند. یک چند رول های کلان نصیب او می گردد. در همین تئاتر وی تجربه به دست می آورد، آهسته آهسته می سبزد و سال 1938 یک ابراز برجسته تاجیکی را می آفرد که قهرمان وی خوشوقت نام داشت و در پیسه تهمت عمل می کرد. این پیسه از جانب سید مراد و هم اسماعیلوف تالیف یافت و درباره دشمنهای نقل می کند که آنها در کالخاز نو بنیاد شده، پنهان شده، از تک فانه می زنند، عمل می کنند. در پیسه عملیات دشمنها چندان روی راست نشان دادن نشده است. فقط بعضی از آنها گاه پیدا می شوند و لقمه می پرتابند. لیکن
عملیات آنها برای پیشقدمان تاثیر میرساند. یکی از همین قهرمان های اساسی همین اثر این بریگادیر کالخوس خوشوقت بود که وی بسیار صاف دلانه کار میکند، مهنتش را دوست می‌دارد و برای پیشروی کالخوس مبارزه می‌برد. اما دشمن‌ها وی را چشم دیدن ندارند، تهمت می‌کنند، تهمت بسیاری به سر وی بار کرده می‌شود. لیکن قهرمان اصلی برهانوف هر سفر ضربه می‌خورد و سر نمی‌فرارد. از این ناآمدی‌ها ناکام نمی‌شود، افتاده روح نمی‌گردد. برتری این ابراز هم در آن بود که اصلی برهانوف سال 1938 یک ابراز برجسته مثبت آدمی نو را نشان داده توانست که 1001 بلا به سرش افتاد هم، اما وی روح افتاده نمی شود، پای پیشوا نمی خورد و در عقیده خودش، در اراده خودش بسیار مستحکم می باشد. من همین ابرزی خیلی حیاتی، خیلی پرتاثیر آفریده اکتور این موفقیت کلان سپکتاکل بود. گفتم ممکن است که تمام عملیات در اطراف همین قهرمان سر میزند، انکشاف مییابد و با غلبه خوشوقت به اتمام میرسد. بعدتر اصلی برهانوف همچون اکتور نو، اکتور خیلی فکرش، عقیدهش پیش قدم، اکتور ایجادکار شناخته می شود و روزهای دهه صنعت تاجیک در مسکو و در سپکتاکل کالتکداران سرخ برآمد نموده ابراز خیلی برجسته آفرید. و سیمای رئیس کالخوز پارتیزانی سرخ سلیم را آفرید و یک قهرمانی را تصویر کرد که در مبارزه با بسمچی ها مردانگی ظاهر می نماید. نخست به کشور شوروی دسته ابراهیم بیگ که در پیس رحیم بیگ نام گرفته است هجوم می آورند. در وقت بزم خرسندی کالخواسچی ها که در یک گوشه دیه برپا نموده بودند، نخست آوازه آمدن بسمچی ها پهن می گردد و مردم می گریزند. اما رئیس کالخوز سلیم با اغوای دشمن ها که آنها می خواستند که مردم را ضد بسمچی ها برخیزانند سر نمی فرارد. می گوید که نه، با این قوه خورد ما مبارزه بردن نمی توانیم و تشکیل می کند که مردم را گریزاند، در کوین ها پنهان شوند و دسته های کلتکداران سرخ را تشکیل می کنند و مبارزه بسیار سخت بین قوه های ناسالم، قوه های بد یعنی بسمچی ها و بین مردم نوی شوروی برمی خیزد. خود سلیم به تهمت و اغواها باز گرفتار می شود. دشمن ها آوازه پهن می کنند که گویا که سلیم عروس خودش خرما را با بسمچی ها فروخته است و با پول و یک اسب کبود خریده است و به همه این اغواها، تهمت ها سر نفرآورده قابلیت تشکیلاتچگی خودش را نشان میدهد. برد اکتور هم در همین بود که قهرمان وی از یک طرف بسیار عادی، بسیار صمیمی عمل میکرد و از طرف دیگر در همین رفتار خودش قابلیت بلندی عقلش، ارادهش را نشان میدهد. در آخر پیس یکی از دشمنهای قتال رحیم بیگ فاش میگردد، دستگیر کرده می شود و سلیم در همین دستگیر نمودن دشمن قتال که می خواهد به افغانستان اکنون گریزد دست برای این و
مهارت خودش را نشان داده میتواند. این یکی از ابرزهای برجسته همین سپکتاکل بود که روزهای دهه صنعت تاجیک در مسکو همه منقدهای پایتخت و بازی این اکتور قائل شدند و گفتند که اکتورهای تاجیک در صحنه بازی نمیکنن، آنها زندگی میرانند، زندگی میکنن، حیات به سر میبرند. قهرمان برهانوف بنا همین خیلی یک قهرمان میباشد که وی همراه مردم از سرش این واقعه ها را میگذراند، از سرش همین بدبختی ها را پس سر میکند. من همین خیلی یک ابرز بدتر در دیگر قهرمان ها هم عنعنه خودش را ادامه داد. سالهای جنگ بزرگ وطنی تئاتری به نام لاواتی یک چند سپکتاکل های آفرید که این درباره جنگ وطنی ما نقل می نمود و یکی از همین خیل سپکتاکل های خیلی خوب تئاتر این در آتش نیش نام داشت. در این پیسه که اولوزاده در اساس مشاهده های خودشان در فرانت مواد گرد آوردن، اشتراک تاجیکان را در این جنگ بزرگ وطنی تصویر کرده توانستگی بودن، همین قهرمان اساسی سفر حیدروف در اجرای اصلی برهانوف به قهرمان حقیقی مبدل گشت. سرژان سفر برای از دریا گذشتن و در آن طرف دریا برای یک گروه خرد خودش موقع پیدا کردن تلاش میکند. حتی نترسیده برادر خودش عبدولی را به طرف دشمن میفرستد تا که وی اگرچنده به دست دشمن افتاید هم، لیکن دشمن را میتواند با راه نادرست برد و ما در این مدت خوشروهای خودمان را از دریا گذرانده توانیم میگوید. همینطور در این پیسه ابرزی مبارزی جنگ بزرگ وطنی سفر در اجرای اصلی برهانوف یکی ابرزهای خاطرنشین به وجود آورده شد. ثانی در بسیار پیسه ها همین عنعنه نشان دادن قهرمان جوان تاجیک دوام یافت. لیکن اصلی برهانوف نه این که اجرا کننده رول های قهرمانی می باشد و حتی در پیسه های تاریخی انقلابی این قهرمان ها را در سیمای دیگر تصویر یافت. یکی از ابرزهای برجسته آفریده و این یادگار در داخونده جلال اکرامی می باشد. داخونده را تئاتر به نام لاواتی دو بار در صحنه گذاشت، سال 1954 و سال 1957 و این سپکتاکل در مسکو هم نشان داده شد. یادگار این قهرمان رمان صدرالدین عینی از داخونده در اجرای اصلی برهانوف حقیقتا این یک ابرز خیلی مرکب بود. از یک جوان کوهستانی کم سواد و قهرمان وی تا به درجه یک مبارز شعورناک، یک آدم پرجسارت به وایه می رسد. قسمت من همین قهرمانی که از صحنه های اول تا آخر سپکتاکل ادامه می یابد و قسمت قهرمان خودش را با مرکبی های و با ضدیت های گوناگون نشان داده توانست، یکی از بازیافت های اکتور بود. اصلی برهانوف نه تنها سیمای قهرمان های جوان را بلکه سیمای آدم های امروزه را هم تصویر کرد که در چندین پیسه ها این آدم های امروزه در سیماهای گوناگون تصویر یافتند. یکی از سیماهای برجسته آفریده اکتور این سیمای نیاز نام یک بریگادیر کالخاص می باشد که وی در همراه زنش سعادت برابر در میدان پخت خدمت می کنند، لیکن نیاز از باقی مانده های کهنه حالا خلاص نیافته است. غرغرهای مادرش، شکایت او، این زن کهنسال و این مرد تیز تاثیر میکنن. برای همین هم وی نسبت به زنش بسیار بی‌رحم می باشد و وی را
بسیار میرنجاند، دغلانه با وی صحبت میکند، گپ میزند و به جانش آورده مجبور میکند که این زن این خاندان را ترک کند. من پسیکولوژی همین مردی امروزه تاجیک که حالا هم در زیر تاثیر باقی مانده های عرف و عادت های کهنه مانده است و خلاص شده نمیتواند، من همین خیلی یک حالت روحیه چنین شخص را اکتور از آغاز و تا انتهای اثر بسیار باوری بخش تصویر کرده توانست. این یکی از ابرازهای خوبی آفریده اکتور به حساب می رود. نه تنها طریق ریالیستی نشان دادن سیمای چنین شخصان، بلکه طریق حجو مسخره نمودن آدمان امروزه هم برای اکتور میسر گردید و یکی از همین ابرازهای اصلی برهانوف این سیمای رئیس کالخوز فخرالدینوف می باشد که وی اول در نسخه یکم اثر اکرامی ستاره و سال 61 در نسخه از نو کار کرده شده این اثر که من فخرالدینوف نام گرفت عمل کرد. اصلی برهانوف خصوصا در نسخه دوم سیمای این آدم را بسیار عجایب تصویر کرد. از بس که اکتور صنعت عالی بازی یعنی تجسم کاری را بسیار نقص از خود کردگی بود و این هنر نه به هر یک اکتور میسر میگردد و کاری وی آسان نبود. و چنان به پوست این قهرمان در آمد، چنان این قهرمان را طبیعی، حقانی، منطقاً تصویر کرده توانست که فخرالدینوف در پیش نظر تماشابین همچون آدم زنده عمل میکرد. این مردک موی لبش دراز، شکم کلان و نیت دارد که با هزار یک فتنه و مکاری های و حله و بازی ها دختر خودش را قهرمان سوسیالیستی گرداند، یعنی مکافات عالی را به همین دخترش دهد. برای همین هم وی همه را فریب میدهد و همه را به دست خود میگیرد، حتی چایخانه‌چی عبدالملک را چنان به خود اطاعت میکناند که وی مثل روحباه به این رئیس خدمت میکند و وقتی که کمیسیه به کار کالخوز دخالت میکند و نیرنگ های این رئیس را فاش میکند، این عبدالملک از رئیس رو میگرداند و رئیس این لعنتی را، این خائن را در کابینت خودش پیدا کرده چنان مثل گرگ حمله می آورد که این مسلق بزرگ از دست این جلاد گویا که خلاص می شود. این بسیار ابراز عجایب بود که در وی هم صفتهای مثبت و هم صفتهای منفی یک جایه شده است. اصلی برهانوف نه تنها آفرنده یک سلسله خاراکترهای گوناگون ملی می باشد، بلکه وی آفرنده یک قطار خاراکترهای حجوی و خنده آور مضحکوی است. دیاپازون یعنی دامنه ایجادیات اکتور چنون کلان بود که اکتور هم رول های رومانتیکی، قهرمانی، فاجعه‌ای، هم مضحکوی، هم حجوی را اجرا کرده می توانست و در همه این رول های گوناگون مهارت اکتور بلند بود. در همه این رول ها یگان قطره و مبالغه بر زیاد را کار نمی فرمود. در همه رول ها بسیار هم صمیمانه عمل می کرد. سالهای 1943 در تئاتر به نام لاهوتی عروض پنجشنبه نام یک مسرح آذری به طریق تاجیکی توضیح یافته بود. در این مسرح حاج وقاص نام یک خوجین یک عائله عمل میکند. من همین سیمای آدمی لعین، خسیس، از دنیای کهنه خلاص نخورده را اصلی برهانوف چنان عالی جناب آفرید که
کس چشم از این قهرمان کنده نمیتوانست. در آغاز نمایش یک معلم قیاس به حواله همین حاجی وقاص آمده در دالان وی جامدانش را در تهش گذاشته میشند و پاییده میستد که کی این خوجینی می آید و من با وی صحبت کرده یک حجره او را برای خودم موقتا کرام میکنم میگوید. نخواست در همین وقت حاجی حقاس به حولیش می درآید و در دالانش میبیند که در بالای جامدان یک جوانمرد نشسته ایستاده است. خیلی سلام میتید اما باید علیک نمیگرد. باز سلام میتید علیک نمیگرد. این طرف میگذرد از اون طرف میگذرد سلام میدید. این معلم جواب نمیدید. یعنی این بسیار عنعنه خوب غلطی تئاتر سنتی ما بود که وقتی که مسخره بازها یا دیگر اکتورهای خلقی ما از دو پلگپ یک چیزی نبودگی خوب بازی می ساختن و این بازی طول میکشید، چند دقیقه طول میکشید و در حقیقت من همین صحنه من نقل به شما کردم. همین صحنه را اکتور چنان عالی جناب بازی میکرد که در تالار تماشا همه میخندیدن. آخر خیلی مجبور می شود که حاجی وقاص یک سطل آب را گرفته خب بسر همین آدمی به زبان گویا که ریزد. همین وقت به پسرش ستار از در آمده میماند و سطل آب را به بالای پسرش میریزد. این خنده که این صحنه برپا میگردید آدمان را، تماشابین ها را شاد میکرد. من همین طور قهرمان های هجوی و بسیار عجایب از جهت کردار رفتارشان بسیار خلق اطوارهای عجایب داشتند. حتی قهرمان مشهور صدرالدین عینی قاری اشکمبه در اجرای اصلی برهانوف در حقیقت همون قهرمانی که از پوست عینی گویا که روی صحنه زنده شده برآمده است. این پیسه یک پردگی بود و سال 53 نشان دادگی بودند و شب تماشا رحمتی صدرالدین عینی در تالار حضور داشتند. اون کس تماشا کردند و بعد تماشا برآمده نقل کردند که اصلی برهانوف در حقیقت قاری اشکمبه حقیقی من در صحنه نشان داده توانستند. در حقیقت چنون قاری اشکم کلان و سله کلان و بسیار یک شخص لعین ممسکی دغل می باشد که حتی از کوشه گذشته استاده ببیند که در دکان کدام یک سوداگر یک تغارچه خوراک گرم آوردن، ناخواسته در آمده با دستان ناشستهش در سرخانه کشاده این خوراک خوردن میگیرد. من در حقیقت در پوست هم همین خیلی تصویر یافتگی بود. این بسیار یک آدمی بی‌ناموس و بی‌عار بود که قاری اشکمبه در هر یک طایفه در بین هر یک گروه آدم پیدا شده به ایما و اشاره به هیچ یک مرأت مقصد خود رسیده میتوانست. بغیر از سیماهای عجایب ملی اکتور در کلاسیک هم مهارت بلند نشان داد. سال 48 تئاتر بنالاتی خدمتگار دو خواجه نام مسحکه ایتالیایی اثر 18 اثر کارلو گالدونی خدمتگار دو خواجه را در صحنه گذاشتند. نه همه اکتورها از عهده ابرازهای خود برآمده توانستند، لیکن اکتور ما اصلی برهانوف در اجرای نقش تروفالدینو قهرمان اساسی خدمتگار دو خواجه بسیار مهارت عالی جناب پیدا کرده توانست و یک جوان نادانی کم سوادی که از دیها به این شهرچه پیدا شده است و در جستجوی کار و نشسته در نزد یک امارت یگان آدم را انتظار می شود که شاید به وی یگان وظیفه یگان کار را مراعات کند. من همین طور
و خدمتگاری دو خواجه هم فلاریندا و هم بیاتریچه می شود که آنها از همدیگر خبر ندارند، لیکن و دو خواجه این و خدمت میکند. دو خواجه این همین میهمانخانه و خدمت میکند، وظیفه های آنها را اجرا میکند و هر سفر از بیسوادی خودش لیکن عقل کنجکاوانه‌اش، عهده براییش چنان وظیفه های آنها را نغز اجرا میکند که یگان بار خطا نمیکند، یگان بار و پیشوا نمیخورد. همه وقت در حرکت است، همه وقت در حرکت است. از بس که اکتور با صنعت تجسم کاری بسیار توجه زور داشت و هر یک حالت را به طور خود اجرا کرده می توانست، بسیار چقان بود، بسیار چست و چالاکانه رفتار میکرد. برای همین هر یک کردار وی خنده تماشا را در تالار بینندگان برپا می نمود، می آورد. بعد در اثرهای شکسپیر وی خودش را همچون اکتور بهترین شکسپیری توصیه کرد. وی در رومیو و جولیت در نقش مرکوتسیو برآمد کرد. این قهرمان برای اون که جوره های خودش مرکوتسیو، جوره های خودش رومیو بینوالیا، آنها را به بزم این شب برپا کرده کپولیتی به خانه آنها درآورد و سیمای هر یک مهمان را تقلید میکند تا که در زیر نقاب بودنش، چون که در رویش نقاب کشیده است که آنها باید نشنانند، چون که اینها از اویله بانتک ها می باشند، یعنی دشمن کپولیت ها می باشند. لیکن آنها می خواهند که در همین بزم اشتراک کنند و آنها داخل هم می شوند. من همین تقلید نمودن مهمان ها در پیش دروازه درگاه کپولیتی بسیار عجایب از طرف اکتور اجرا کرده می شد و اکتور یک جوان بسیار با عقل، یک جوان بسیار شوخ، بسیار یک جوان هزلکش را تصویر کرد که تمام شادمانی های همین مردم آزار نکشیده خوب دوره احیای انگلیا در سیمای و تجسم یافته بود. بدتر یک قطار اجرا کننده های نوی رول مرکوتسیو پیدا شدند، لیکن یگان نفر آنها به همین درجه مهارت بلند این اکتور برابر شدن نتوانستند. سال 48 تئاتری به نام لاهوتی از نو به اوتلو مراجعت کرد و این سفر رول قهرمان اساسی یاگو را و برخانوف سپردند. در وریانت یکم سپکتاکل سال 39 نشان داده شده یاگو را احد سلیمانوف اجرا میکردند. اکنون از بس که این اکتور از تئاتر رفتگی بود، این نقش به اصلی برخانوف نشان سپرده شد و برخانوف تراکتوفکای یعنی توضیح اکتور یکم را تکرار نکرده است و جستجو کرد و یک راه نوی معنی داد نمودن رول را پیشنهاد کرد. یاگو در اجرای اصلی برخانوف در حقیقت آدم بسیار بیرحم، بسیار سنگدل، حتی قاتل می باشد، لیکن وی همه وقت تبسم می کند، یعنی خنده وی خنده زهرآلود است. همین با همین راه، با همین هزیل و با همین خنده های گویا که بی آزار و آیسته آیسته باوری آدمان را به خود اطاعت بدرارد. آیسته آیسته زهرش را میچکاند. یعنی هر سفر وی وقتی که این زهر خودش را به قهرمان اساسی اوتلو میچکاند و میبیند که تاثیر وی به این مردم، به این مردک، به این قهرمان یعنی گذشت و از این کیفیت میبرد. من همین خیلی آدمان هم هستن در حیات که آنها بدی میکنن و از بدی خودشان
کیف ببرن، کیف میکنن. خب من همین صفت قهرمان اکتور بسیار آب و رنگ تازه داد به این ابراز و این ابراز یکی از ابرازهای خاطرنشین اسپکتاکل سال 1948 بود. اصلی برهانوف در شاه لیر رول کنت را اجرا کرد. کنت این یکی از آدمان نزدیکی پادشاه شاه لیر می باشد. وقتی که دختران کلانیش گانیریل، رگانا سفسطگویی میکنند و دروغ میگویند، کنت در دربار که یکی از آدمان نزدیک شاه بود این دروغگویی آنها را حس میکند. میخواهد عقل شاه را به جایش آورد و شاه خطا نکند، لیکن شاه آتشین شده و او را از دربار بیرون میکند، پیش میکند. و در صحنه های آینده ما ببینیم که همان کنت مهربان، کنت نجیب در سیمای مردکار، در غلام، کنیز، خدمتگار در نزد شاه لیر پیدا شده است و به وی خدمت میکند. وی سیرتش را کمتر تغییری داده است و هیچگاه معلوم نمی کند که این همون کنت پیشتره است و شاه این را هم پی نمی برد. و لیکن برابر شاه لیر که به بسیار بدبختی ها گرفتار می شود، همین کنت در خدمت پادشاه برابر همین پادشاه غم می خورد، درد و الم می کشد، اضطراب و هیجان گرفتار می شود. و این آدم نزدیکترین و مهربانترین و صادقترین شاه لیر در حقیقت از همه آدم نزدیکی همین قهرمان اساسی می شود. بیهوده نیست که در آخری در انجام اسپکتاکل شاه لیر در بغل در دست کنت جان عطا می کند، یعنی وفات می کند. اکتور برجسته ما نه تنها سیماهای مردم امروزه، نه تنها ابرازهای کلاسیکی، هجوی، خنده آور به وجود آورد، بلکه یک سلسله سیماهای آدمای تاریخی نشان داد. و اولین اجرا کننده رول علیشیر نوایی، اولین اجرا کننده رول رودکی می باشد، اولین اجرا کننده رول ولادیمیر ایلیچ لینین می باشد. رول لینین را اصلی برهانوف 22 سال در 7 پیسه اجرا کرده است. در هر یک پیسه لینین وی ناتکرار بود. در آدم ملتقدار که سال 48 نشان داده شده بود، برهانوف بار اول برآمد کرده پیش از سر نشدن مشق‌ها در مسکو، در لنینگراد، در موزه ها بسیار موادهایی که از حیات ولادیمیر ایلیچ نقل کرده میشد آموخت. در قرطه پتیفون نطق او را گوش داد، طرز نطقرانی ولادیمیر ایلیچ را از خود کرد. بعد از این در دوبلیاژ فیلم های لینین در اکتبر، لینین در سال 1918، در همین فیلم ها نطق اجرا کننده این رول ها بریس شوکین را به زبان تاجیکی ترجمه کرده، حرف زد، به زبان تاجیکی حرف زد و طرز نطقرانی داهی را از خود کرد. ثانی بعد همین جستجوهای و مشقهای و کتابخانه های و این خود آموزی های و با کارگردان ها کار کردن و سیمای حقیقی داهی را در صحنه ما تصویر کرده توانست. حتی لینین در پیسه های تاجیکی ما هم عمل میکند، چنانچه در پیسه طوفان، حریت، سربازان انقلاب، در همین پیسه های درمی نویسان تاجیکی ما لینین در یک صحنه های خرد عمل میکند، لیکن عملیات وی با حیات مردم آسیای میانه علاقمند می باشد. یعنی یک نوع آهنگ شرقی را در سیمای این داهی بزرگ که به قسمت مردم آسیای میانه دخالت کرده ایستاده است
همین ابورنگ داده توانست. سیمای علیشیر نوایی در پیسه علیشیر نوایی عزت سلطان و هم اویغون یکی از سیمای خیلی برجسته می باشد. این پیسه بسیار خوب است. مؤلفان ازبک در اساس موادهای تاریخی و در اساس موادهای وجود داشته بسیار یک ابرز برجسته آفرده توانستند و پیسه تا الحال هم در صحنه ازبک می رود هم در دیگر بعضی تئاترهای ازبکستان نشان داده می شود و سال 49 وقتی که این اثر را در تئاتر به نام لاهوته گذاشتند همین رول اساسی به ذمه برهانوف گذاشته شد. شاعر هم در دوره جوانی هم در دوره کهنسالی نشان داده شد. بسیار ضدیت ها بسیار روزهای سخت را از سر میگذراند. در صحنه های اول شاعر با محبوبه خود گلی وامی خورد که گلی از اشعار این شاعر مفتون است و درباره استعداد برجسته او سخن میراند. و بعد از این در صحنه های دیگر در نتیجه فتنه های وزیر مجیدالدین و بسیار بدبختی ها گرفتار می شود. لیکن علیشیر نوایی در همه همین لحظه ها آدمی نزدیکترین شاه حسین بایقرا، مرد تفکرش خیلی بلند، استعدادش خیلی عالی را تصویر کرده توانست. صحنه های پیران سالگی نسبت به دوره های جوانی خیلی بهتر بسیار خوشرویتر افاده یافتند. رودکی باشد در اجرای اصلی برهانوف اندک سنش کلان بود لیکن تغییرات حالت روحی و عذاب و عقوبت های این شاعر بزرگ در روش همه پرده ها بسیار هم تأثیر بخش افاده کرده شد. این یکی از بازیافت های اکتور می باشد. اکتور در کینو هم بسیار رول های گوناگون را اجرا کرده. اوی لولا اوی دختری من رفتیم به خانه راه گریز نداری هیچ کس به یاردمت نمی آید پگاه توی امری پدر واجب است کسی را که من انتخاب کردم زنی همان می شوی این قراری من است صبر کنید شما چیکار کرده ایستاده اید با دخترم دست نرسونید لالا اینها کیستند با شما چی در کار شما چیکار جرأت کرده دخترم را بزنید در حیات احتمال و دختر شماست ولی در صحنه و دختری من است و من میتوانم با خواهش خودم تقدیرش حل کنم این تماما غیر امکان است نخواد شما گمان دارید که چنین پدران در دوره های پیش بودند به اطراف نگرید مگر امروز چنین طایفه ها نیستند نقشش را خوب بازی کرد چرا شما اینقدر به من مانند ما خواستیم شما برای ما را نشان دهیم نگاه دارین باز دارین چی رو داشتن لازم؟ او رو؟ او را نه او رو؟ استعدادی عالی او را نه او را گود نزنید روشن‌تر فهمانید کدوم از آن را داشتن لازم؟ او را بس کنید تو را. صبر او را. کنید او را. وگرنه به نام هر دویتان حجت ترتیب بدهم. صبر کنید شما چی مرا نشناختید منو نیستم من این منم یک دقیقه حاضر همش معلوم می شود نیاز در خوابتان سیاهی پخش میکند یا برعکس شبانه از بیخوابی اذیت میکشید کسلیتان خطرناک است من با دختری خودمون دائما میگویم وای باشد به من باور نمیکند وای هیچ چیز رو نمیفهمد اجازه دهید نفس دهشت خیر گوید نیست فشار خونتان خیلی بلند است ها فشارم بلند بله فکر میکنم که شما را به بیمارخانه خواباندن لازم ها چشمانتان را پوشید و دهانتان را فشار از کجاست این بیماری قدیمه است من راهبری خوب نباشم هم به شما با باوری کامل گفته میتوانم که از خیری هنر پیشه حقیقی نمیبراید با من باور کنید شنیدید گفتگی برین من او را در اینجا نمیبینم وای در نزد شما خطا کردم انتظار نبودم یا توبه او را نشناختم تو حتی توانستی راهبر را فریب دهی اکنون من میدونم که تو استعداد داری میتوانی به خواندن روی در کسب رژیسوری کارگردانی هم و آز بوده یک چند سپکتاکل های
خوب تماشای مسکوی را به وجود آورد. چنانچه یکی از سپکتاکل های مشهوری آفریده اصلی برهانوف این توی می باشد که سال 58 نشان داده شده بود و چندین سال مردم ما را این مسکه، این بازیافت های عجیب اصلی برهانوف خرسند نبودن. خاطره اصلی برهانوف البته در تاریخ صنعت تئاتری ما این یک صحیفه خاصی می باشد و ما نباید این اکتور برجسته خود را فراموش نکنیم، چون که اکتور بسیار فردیتش درخشان، اکتور استعدادش نهایت بلند بود و انهای وی باید حتما امروز هم ادامه یابند. تشکر به دقتتان. کردن در کار، خیلی کشادن در کار